طول زندگی تو با خدا، با کلام خدا، با قرآن و با دستورات الهی نبودی، تو بازی و تماشا داشتی و عشق و تماشا داشتی. چه لحظات این ورزشکاران دنیا میرن در تفکر آخرت می‌نشینند. اب ما گله از ورزشکارهای بوش و چین را نداریم. همین طلبه چه ساعتی می‌نشیند فکر برای آخرت می‌کند. اینه سربرا نگرانی صبر کنید یا نکنید، جای شما جهنم. خوب در دنیا شما صنعت کردید و کارخانه زدید و امکانات راه انداختید. 60 و 70 سال شما برای خدا چی کردید؟ کردن چیزی؟ همچون وقت نماز هرچه دکتر بزرگتر باشد اون دکتر از خدا غافل تر است، متخصصه، خط شکم پارک میکنه. هرچی کردی مقابل عمله. این خدا که کتاب او را اعتنا نمی کند و کتاب جراحی را 100 سال می خانه، 50 سالش می خانه، این دیگه خدا دیگه برای کتاب جراحی بهشت می بره و یک بیچاره در طول زندگی با کتاب خدا گذرانیده، اون خدا دیگه برابر می کنه. ایمان داریم کتاب مال رب العالمین. اعمال ما در محضر خدا چیه؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. یا برای غلام خدا خیرات و ناس زدی و زنجیر زدی و ها 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 حسین چی کردی؟ یک مرتبه هم برای رب حسین چیزی کردی؟ برای خدا چی کردی؟ برای حسین که خوب خود را زدی، خیابان راه افتادی، نقل هم دادی، خیرات هم دادی، نان هم دادی، برای خدا چی کردی؟ و روزی هم شما روزها بیاری که برای خدا برای بیفتی. چی کردید برای خدا؟ از سفره رهناور خدا خوردید و نوشیدید و کردید برای غیر خدا.